کمی پیغمبر را که گویته و تولستوی دیگه و دیگه ایگه پای کلانه زده، ما از روی آیات قرآن بر شما تشریح کنم. یک گپ دیگه به شما دیم. اگر راستی گویته ساده لوده گفته که امی علم و دانش از نور پیغمبر ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. آرایش نامه هاست نامت، آسایش سینه ها کلامت. پاسخی به ملا شفیع عیار، بخش سوم. پیش از اینکه ما بخش سوم این بحث مطرح کنیم، باز هم نگاه کوتاهی مندازیم به سوانح گویته و اینکه او چه قسم شخصیت بوده و ارتباط از او با حافظ و بعد ارتباط حافظ با قرآن و با کعبه که ملا شفیع عیار دشمن کل از ایناست. در سوانح گویته یا گوته آمده که نقادان ادب جهان میگن که گویته یکی از ارکان چارگانه ادب جهان، ادب آلمان نه، ادب جهان است. اما امی گویته شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسانشناس، فیلسوف و سیاستمدار آلمانی که یکی از معروفترین و معتبرترین یونیورسیتی های دنیا، دانشگاه های دنیا به نام ازوست که گویته یونیورسیتی میگن، همین گویته درباره حافظ چی میگه؟ میگه که ای حافظ، آرزوی من آن است که فقط مریدی از مریدان تو باشم. و باز حافظ درباره کعبه چی میگه؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. یعنی به وسوسه های اشخاص مثل ملا شفیع عیار اهمیت نده. و باز همین حافظ درباره قرآن چی میگه؟ ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری. ولی ملا شفیع عیار دشمن گویته، دشمن حافظ، دشمن قرآن و دشمن کعبه و دشمن اسلام است. به خاطر از اینکه وی جای تعجب هم نیست. کسی که بی سواد است طبعا دشمن با سواد می باشه. کسی که جاهل است دشمن عالم می باشه. کسی که چیزی دست کله خود نداره، از او کسای بدش میاد که اونا گنجینه های علم و دانش و معرفت و عرفان بودن، مثل گویته و حافظ و مولانا و امثالشان. خب میاییم در قسمت مغالطات ملا شفیع عیار که انشاءالله در بخش سوم ایرا کوشش میکنیم که ختمش کنیم تا ای که بتانیم به مغالطات و دشنامهای دیگری که ای آدم علیه اسلام روا داشته در قسمت از اونا باز گپ بزنیم. ملا شفیع عیار در این ویدیوی خود چندین مغالطه را مطرح میکنه و طبعا رفیقش اندیشه آزاد هم مغالطاتی از خود داره. مثلا یکی از مغالطاتش ایسته که میگه که در قرآن کعبه باعث خانه خدا نامده. دیگه ای که میگه که کلگی ما قبول کردیم که با حج به گرد خانه خدا یا به گرد کعبه گناه های ما میریزه و این درست نیست. میگه در کجای قرآن آمده که اگر به حج کردی گناهات میریزه و در قرآن تنها همه قدر آمده که به غریبا کمک کو که یک قسمت گناهات خدا میبخشه. و دیگه مغالطیش ایسته که میگه که اگر کرونا اگر کعبه واقعا خانه خدا می بود، کرونا یک ویروس بسیار کوچک او را بسته کردن نمیتونست. و دیگه یک مغالطه بسیار خنده‌دارش است که میگه که مردم فکر میکردن که خانه خدا جایی است که میکروب اونجا رفتن نمیتونه، اگر به یک جایش دست بزنی دست میشکنه. اما امروز معلوم شد که این عقاید افراطی است و دروغ است. اما این مغالطه آخریش دیگه بسیار خنده آور است و بسیار تهمت بزرگ و بسیار نشان میده که کسی که این قسم یک مغالطه را مطرح میکنه چقدر پررو و چشم سفید است. به خاطر از اینکه هیچ کسی در هیچ منبع از منابع اسلامی نه در قرآن نه در حدیث در هیچ جای نامده که کسی در خانه خدا میکروب رفتن نمیتونه، در مکه در کعبه میکروب رفتن نمیتونه، کسی در اونجا دست بزنه دستش میشکنه. این در مصادر اسلامی خود نیست و نیست. هیچ مسلمانی تا حال این ادعا نکرده و هیچ حتی مسلمان عامی و عادی و هر چقدر خرافاتی هم باشه تا حال این قسم گپ نگفته. فقط این تهمتی است که از سر جناب ملا شفیع عیار
تراوش میکنم. و مغالطه دیگری هم که رفیقش ملا شفیع عیار همچنین کعبه را نه خانه خدا بلکه میگه یک محل تاریخی است که عربا گرفتن ایره خانه خدا ساختن. و دیگه ای که میگه که رفیقش میگه که شیطان از نظر علمی وجود بیرونی و عینی نداره و هیچ دانشمندی نگفته که شیطان وجود داره. ما به جواب این مغالطات ملا شفیع عیار میپردازیم و اول شروع میکنیم به این گپش، این ادعای باطلش که میگه در کعبه در قرآن کعبه به حیث خانه خدا نامده. اول ما برای از ملا شفیع عیار میگیم که تو را به قرآن چی؟ که میگی که در قرآن اتو آمده و اتو نامده و این کار بکنی ثواب میبینی، این کار بکنی گناه میبینی. تو که به قرآن ایمان نداری، تو که به پیغمبرایی که در قرآن نامهای مبارکشان ذکر شده ایمان نداری، تو که به احکام قرآنی ایمان نداری، اونا را مسخره میکنی، تو را به قرآن چی؟ و باز اگر خواسته باشی که اگر واقعا گپ قرآن قبول کنی، آیات قرآنی را من برات میخوانم، تو بگو که اینا چی معنی داره. خیر، اگر در قرآن کعبه به حیث خانه خدا نامده، خیر به حیث ای آیاتات خو یقین دارم که قرآن از روی خوانده نمیتونی. تا حال هم فکر نمیکنم که کدام آیت حتی سوره فاتحه را از روی خوانده باشی. در قرآن کریم در سوره بقره در آیت 125 خداوند متعال میفرماید و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. و ما دستور دادیم به ابراهیم و اسماعیل ای که خانه مرا پاک بسازین بر کسایی که طواف میکنند و بر کسایی که اعتکاف میکنند و بر کسایی که در اونجا رکوع و سجود میکنند. اینجا خداوند خانه ما گفته. این خانه کدام خانه است؟ خانه خدا اگر امی کعبه نیست و تو خودت میره قبول داری که این یک حیثیت تاریخی داره و این را رد کردن نمیتونی که این را اسماعیل حضرات ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام این را بنا کردن، جور کردن و سالها میلیاردها مردم این را به حیث خانه خدا و حتی همون دشمنان اسلام، هم مستشرقین، همون کسایی که بر ضد اسلام نوشتن بسیار هم متعصب بودن، هیچ کدامشان تا حالا نگفتن که خانه خدا نیست و این را ابراهیم و اسماعیل نساختن و اگر ساخته باشن هم به خاطر شخص خود ساختن. این را هیچ کس نگفته. و همین قسم در سوره آل عمران هم خداوند میفرماید که ان اول بیت وضع للناس الذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. اولین خانه‌ای که بر مردم گذاشته شد، بر مردم ساخته شد، خانه است که در مکه است، مبارک است و هدایت است برای مردم. و همین قسم در قسمت فرضیت حج هم که تو را منکر میشی، فرضیت حج به می خانه خدا، به می خانه‌ای که این خانه در مکه است، در واتیکان نیست، در مسکو نیست، در جایی که تو به اونا عقیده داری در اونجا نیست، اون همونجاست. در اون باره میگه که خداوند امر میکنه که شما در اونجا حج کنین و اما قسمی که گفتم یک سوره به نام حج وجود داره و ضمناً و پیش از اینکه که خودت مغالطه میکنی و میخوای با احساسات مردم بازی کنی و میگی که چرا بر مردم کمک نمیکنین و چرا اتو نمیکنین، چرا اتو نمیکنین، خداوند گناه کسی را میبخشه که او به مردم کمک کنه، نه که به حج خانه خدا بره. ملا شفیع عیار اگر تو خب ایمان و چیزا رو خونم میگم، اگر تو کمک انصاف داشته باشی، خب هر انسان یک انصاف داشته باشه، باید اگر تو یک کمک معلوماتی هم از قرآن داشته باشی و خوانده باشی، باید بفهمی که شاید هم شنیده باشی، از خودت هم اگر نفهمی شاید شنیده باشی که اسلام 5 رکن داره، حج رکن پنجم است، ولی در مرتبه سوم زکات قرار داره. زکات همون کمک اموالی است که از اغنیا، از ثروتمندا گرفته میشه و برای فقرا داده میشه و این هم فرض است. کسی که مثل حج، پیش از حج این فرض است، کسی که او را ادا نکنه یک فریضه بزرگ، مثل که نماز ترک کرده باشه، مثل که روزه را ترک کرده باشه. به می قسم پس علاوه بر او در قرآن کریم در بسیاری جاها غیر از حج به صدقه بسیار تاکید شده. در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صدقه و کمک به فقرا تاکید شده. پس این وسوسه های جایی را نمیگیره
و در اینجا دیگه سنگ تیرت به سنگ میخوره، مثل که در دیگه استدلالات هم همین قسم است. و علاوه او دمی آیتی که در اونجا خداوند در سوره بقره در قسمت حج حرف میزنه و میگه که بسم الله الرحمن الرحیم و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین و اتموا الحج والعمره لله. میبینی که خداوند اول میگه که در راه خدا نفقه کنین. در راه خدا نفقه کردن اونمو بر غریبا و بیچارا کمک کردن است. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خدا به هلاکت نندازین با بخل و با عدم کمک به فقرا. و احسنوا، و نیکی کنین که خداوند نیکی کننده ها را دوست داره. نیکی با کی؟ نیکی با فقرا، با بیچارا، با مسکینا. و بعد از او باز میگه و اتموا الحج والعمره لله، حج و عمره را تکمیل کنین. این حال از اینجا فهمیده میشه که یک کسی که به حج میره باید زکات اموالش هم باید ادا کرده باشه، باید به فقیرا و مسکینا هم کمک کنه. و علاوه او باز اونجا گوسفندایی که یا حیواناتی که اونجا ذبح میشن اونا بیهوده نمیرن. این ادعای به جای خودت است و این دفاع از حکومت از اونجا نیست، حکومت سعودی نیست. در اونجا او حیواناتی که اونجا ذبح میشن اونا را سالها این واقع شده که اونا را میگیرن، دوا میزنن و به شکل صحی او را در کارتنا مندازن، روان میکنن در کسایی که گرسنه هستن، به فقرا در افریقا، در آسیا، در جاهای مختلف دنیا روان میکنن که یک چیزی است که همه ساله ادامه داره. بنابراین وسوسه جایی رو نمیگیره. و این که میگی که در کجای قرآن آمده که به گرد کعبه اگر دور بخوری گناهات میریزه و ما این را قبول کرده رفتیم میگی. تو خب قرآن نمیفهمی، آیاتای قرآن ما بر پیشتر خواندم. ای که چیزی را خداوند فرض میکنه، فرض معنایش است که خداوند ثواب میده، در مقابلش گناه انسان میریزانه. و این در آیات متعدد قرآن آمده که اینجا جای بحث در قسمت از اونا نیست. ولی اگر تو قرآن قبول داری، در قرآن آمده که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، چیزی را که پیغمبر بر شما داده او را بگیرین و از چیزی که منع کرده از او امتناع کنین، اجتناب کنین. و آیات دیگر متعددی هم وجود داره و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از خدا و پیغمبرش اطاعت کنین. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم. بگو اگر شما خدا را دوست دارین از ما اطاعت کنین. با پیغمبرش میگه خداوند که به مردم بگو که اگر شما خدا را دوست دارین از ما اطاعت کنین که خداوند شما را دوست می داشته باشه و شما را میبخشه. پس اینا کلش، این آیات کلش با هم دیگر ارتباط دارن و اینا دلیل به ایستن که ما نه تنها به پیروی از قرآن بلکه به پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که همین قرآن به اون نازل شده، به تو خو نازل نشده، یا به مثلا به لنین خو نازل نشده که تو شاید به او ایمان داشته باشی، یا به یک ملحد دیگه نازل نشده، به مو پیغمبر سردار انبیا پاکترین انسان تاریخ نازل شده که او را باز اطاعتش خداوند بر ما فرض گردانیده. تو وقتی که از قرآن گپ میزنی چرا این گپای دیگه قرآن قبول نداری و فقط با احساسات مردم بازی میکنی و اونا را فریب میدی؟ پس امو پیغمبری که ما مأمور به اطاعتش در قرآن به اطاعت از اوستیم، او میگه که من حج ولم یرفث ولم یفسق فقد عاد کیوم ولدته امه. کسی که حج کنه و فسق و فساد نکنه و بعد از حج گناه نکنه، مثل بمو قدسیت حجی که کرده امو را نگاه کنه، حفظ کنه تا وقت مردنشه، مثل کسی است که نو از مادر تولد شده باشه. امو کسی که از مادر نو تولد میشه، امو طفل معصوم، امو قسم ای هم معصوم می باشه، کل گناهش خدا می بخشه دیگه. اما تو چون نه قرآن قبول داری، نه پیغمبر قبول داری، نه عقاید مسلمان ها را قبول داری، ولی هر مسلمانی که مسلمان بوده باشه، ذره از ایمان در دلش وجود داشته باشه، در مقابل ای گپا، ای وسوسه های تو هرگز تسلیم نمیشه و هرگز فریب نمیخوره و قرآن واز میکنه و با ترجمهش، اگر خودش معنایش نمیفهمه، با ترجمهش که تفسیر کابلی در این قسمت بهترین چیز است، ترجمهش هم میبینه و میبینه که چقدر این گپای تو غلط است، چقدر این گپای تو وسوسه های شیطانی و دروغ است.
اما آمدیم در قسمت از این که میگی که کسی که میگی که کجا دیدین که یک جای خانه خدا باشه و دیگه جای خانه شیطان باشه. مولا شفیع عیار، انسان به شکلی خلق شده که در وجود از او هم قوه روحانی وجود داره، هم قوه شیطانی وجود داره. شیطان به طرف خودش کش میکنه انسان و قوه رحمانی به طرف خودش کش میکنه و این یک کشمکش است که از دنیا، از ابتدای دنیا تا آخر دنیا وجود داره. انبیاء الهی قوه های روحانی هستند که انسان ها را به طرف هدایت دعوت میکنن. ابو جهل ها، ابو لهب ها، مولا شفیع عیار ها، اینا قوه های شیطانی هستند که انسان ها را به طرف ضلالت و گمراهی و به طرف دوزخ میکشانند. اینا یک شاعر میگه آدمی زاده طرفه موجودی است که از فرشته سرشته و از حیوان، گر رود سوی این شود بعد از این و رود سوی آن شود به از آن. انسان یک موجودی، ما بر تو تشریح میکنم که تو نمیفهمی معنی زیرا. انسان موجودی است که سرشتش از فرشته و از حیوان صورت گرفته، یعنی هم خواص انسان فرشته در وجودش است، هم خواص حیوان در وجودش است. اگر به طرف حیوانیت بروه بدتر از حیوان میشه، یعنی درنده تر، بدتر، وحشی تر، خونخوارتر و مثالش بسیار زیاد است در دنیا. کسایی که خونها را میریزانند در هر جای دنیا. و اگر به طرف فرشته بره، فرشته بودن بره، از فرشته که مقامش بالاتر میشه. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اما انسان کاملی است که مقامش وقتی که در معراج رفت مقامش بالاتر از فرشته بود. به هر حال مغالطه دیگه که خودت مطرح میکنی یا در قسمت از این که گفتی کجا دیدی که خانه شیطان و خانه خدا یک جای است، اینا سمبول است مولا شفیع عیار. اینا این خانه شیطان و خانه خدا این مطرح نه. خانه خدا همون قسمی گفتیم خانه مجازی است که او را خداوند تشریفاً و تکریماً او را خانه خود گفته، جای سکونت نیست. و او جایی که در اونجا شیطان زده میشه، اونجا او محلی است که در اونجا یک سنت ابراهیمی است که حضرت اسماعیل علیه السلام و حضرت ابراهیم علیه السلام مثل خودت که وسوسه میکنی مسلمان ها را، همون قسم شیطان آمده بود که حضرت اسماعیل وسوسه کنه و از راه بکشه. در اونجا توسط سنگ او را زدن که او فرار کرد و رفت. اینا کلش سمبول است و خداوند امر کرده که این قسم چیز صورت بگیره، این قسم مناسک صورت بگیره و مسلمان ها و کسایی که حج خانه خدا را به جای میارن این مناسک انجام بدن. پس این یک مغالطه، یک وسوسه به جای است که کجا دیدی که خانه خدا و خانه شیطان یک جای با هم نزدیک بوده باشه؟ در وجودت گفتیم که در وجودت، در دلت، اما دل هم دل نظرگاه جلیل اکبر است. در دلت هم امی دل محل وسوسه های شیطانی هم است، محل الهامات هم است که در اونجا چیزهای نیک هم فکر میشه، اندیشه های صورت میگیره و چیزهای وسوسه های شیطانی هم صورت میگیره. در وجود انسان هم شیطان کار میکنه، قسمی که پیشتر گفتیم، و هم قوه های رحمانی، قوه های روحانی که او را به طرف نیکی دعوت کرده میرن. و این کدام مسئله، کدام چیز بسیار تعجب آور نیست که تو به این قسم بخوای وسوسه کنی مردم که شما کجا دیدین که خانه خدا و خانه شیطان با هم یک جای بوده باشه. این گپ نادرست است. و همین قسم وسوسه دیگه مولا شفیع عیار و دوستش که در واقع همون دوستش که میگه شیطان وجود خارجی نداره. و به نام دانشمندا متاسف در اینجا است که مردم با وجود سواد کم خود از دانشمندا گپ میزنن. ببین دوست عزیز، شیطان هم یک موجود غیبی است و خداوند هم یک موجود غیبی است. کسایی که وجود خدا را قبول دارن وجود شیطان هم قبول دارن. به خاطر ازی که
امی شیطان هم امو خدا معرفی کرده. این حال وجود خدا را مثل خودت واری یک اشخاصی که سطح سوادشان صفر است شاید اونا قبول نکنن، اما دانشمندای بسیار بزرگ قبول کردن و دلایل از در طول تاریخ، دلایل فلسفی، دلایل علمی، دلایل عرفانی، دلایل بسیار زیادی گفته شده که این دلایل از جمله مجموعی از این دلایل علامه بزرگ افغانستان علامه صلاح الدین سلجوقی در یک کتابش به نام تجلی خدا در آفاق و انفس ایره جمع کرده و ایره علمایی را، دانشمندایی را که دلایلی در وجود خدا مطرح کردن، علاوه به دانشمندای جدید، دانشمندای از قدیم اینا را جمع کرده تحت عنوان براهین دانشمندای بزرگ، مثلا برهان تکوینی افلاطون، برهان تکوینی ارسطو، برهان تکوینی اکویناس، برهان تکوینی کسل و برهان سقراط، برهان آلن، برهان وجودی آگستین، برهان وجودی دیکارت، برهان وجودی کانت. به می ترتیب تعداد بسیار زیادی از دانشمندان وجود دارن که نام از اونا در اینجا بسیار زیاد است، من کل از اونا رو یاد نمی کنم. اونا براهین دلایل بسیار معقول، بسیار فلسفی، بسیار قوی به وجود خداوند آوردن. حتی در قسمت انشتین هم به وجود خدا معترف بود و همین قسم دانشمندای دیگه بزرگ، نیوتن هم در قسمت وجود خدا معترف بود. اینا همه به وجود خدا اعتراف داشتن. پس اینایی که وجود خدا را قبول دارن وجود شیطان هم قبول دارن، پس این وسوسه هم جای را نمیگیره. و من الله التوفیق.